بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود و سلام به شما شاگردای عزیز. به یک درس دیگه از مضمون کامپیوتر صنف دهم همه‌تان خوش آمدید میگم. شاگردای عزیز، امیدوار هستم همه‌تان خوب و صحتمند باشین و همچنان مثل هر روز تا پایان با ما درس همراهی بکنین. بیایم با هم یک جا بخوانیم و یاد بگیریم. درس امروز بخیر. شاگردای عزیز، درسی که قرار است امروز بخوانیم درس 21 از فصل سوم هست. مضمون کامپیوتر صنف دهم از صفحات 71 الی 75 امروز خواهیم خواند و عنوانی که قرار است امروز بخوانیم مینوی فایل یا فایل مینو هست که امروز بیشتر در این مورد خواهیم خواند که مینوی فایل کدام مینو هست. و قبل از اینکه درس جدید شروع بکنیم چه خوب است که مرور هم بر درس گذشته ما داشته باشیم. درس گذشته ما در مورد تنظیم تخته کلید یا کیبورد ستینگ بود که ما بیشتر در این مورد خواندیم که ما تخته کلید را یا کیبورد را چگونه ستینگش میتونیم تنظیم بکنیم. بیشتر آشنایی حاصل کردیم با تنظیمات تخته کلید که اساسی ترین بخش کامپیوتر ما هم میتونه باشه که توسط تخته کلید ما میتونیم کارهای متفاوت را انجام بدیم. و البته کارخانگی هم داشتین شاگردای عزیز مثل هر روز. انشالله کارخانگیتان حل کردین؟ بله. بسیار عالی. و کارخانگیتان هم حل سوالات درس گذشته بود. شما شاگردای عزیز چطور حل کردین کارخانگیتان؟ بله. نام خدا. انشالله ما در پایان ملاحظه شد میکنم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. پس قبل از اینکه درس آغاز کنیم بیایم اهداف درس امروز ما را هم بدانیم. شاگردای عزیز، درسی که قرار است امروز بخوانیم کدام اهداف داره؟ هدف اول ما آشنایی با مینوی فایل یا فایل مینو می باشه که امروز بیشتر در این مورد خواهیم خواند و آشنایی حاصل خواهیم کرد. دومین هدف ما آشنایی با کلوز یا بسته کردن هست. میایم در کلوز یا بسته کردن هم میدانیم که چگونه ما میتونیم از گزینه کلوز استفاده بکنیم. و آخرین هدف ما از خواندن درس امروز آشنایی با سیو یا حفظ کردن فایل در کامپیوتر هست که ما چگونه میتونیم یک فایل را که رویش کار کردیم را در کامپیوتر سیو و یا حفظ بکنیم. خب شاگردای عزیز، بیایم درس شروع بکنیم. باز هم یک بار دیگه ما عنوان درس براتون بیان میکنم. عنوان درس امروز ما هست مینوی فایل یا فایل مینو. شاگردای عزیز، قبل از اینکه بپردازیم کار عملی چه خوب است که یک بار نظری هم ما درس براتون تشریح بکنم. مینوی فایل دارای فرامین یا بخش هایی است که هر یک از این فرمان ها دارای وظایف بسیار زیاد مشخص و خاص می باشه که مورد استفاده ما قرار میدیم. به طور مثال مثلا اگر ما بخوایم یک صفحه نیو باز کنیم کدام کارها را انجام میدیم؟ کنترل همراه نیو همراه n وقت ما فشار میدیم یک صفحه نیو یا نو در پروگرام ورد برای ما چی میشه؟ باز میشه. که البته ما از این دستور فرمان میتونیم استفاده بکنیم خیلی ساده و خیلی آسان چی کنیم؟ یک صفحه جدید را باز بکنیم. و کاری که میکنیم این است که در میله مینوی اصلی روی مینوی فایل و انتخاب نیو چی میکنیم؟ کلیک میکنیم. خب ما اول را که براتون گفتم یک طریقه خیلی ساده بود که ما میتونستیم از طریق کیبورد صفحه نو ایجاد بکنیم. و طریقه دوم که شاگردای عزیز براتون گفتم که در میله مینوی اصلی روی مینوی فایل میریم و همچنان روی نیو کلیک میکنیم. او یک طریقه کم پیچیده تر است و زمانگیر هست. و مینوی جدیدی که بر ما در قسمت راست صفحه کامپیوتر ما ظاهر میشه ما میتونیم از اونجا روی بلانک داکیومنت چی کنیم؟ کلیک بکنیم تا صفحه جدید بر ما ایجاد شود. بلانک داکیومنت به معنی همون صفحه سفید هست که تازه ما میخوایم کار روش آغاز بکنیم. پس به این شکل میتونیم خیلی ساده و راحت صفحه جدید را ایجاد بکنیم. و البته سهولت بعدی که بر ما میتونه بده، ما وقتی کنترل همراه او کلیک میگیریم چی میشه؟ همین آپشن را که ما میخوایم ایجاد میشه و یا هم اوپن میشه. اما اگر بخواهیم از این فرمان به خاطر ذخیره کردن و دوباره باز کردن استفاده کنیم، روش کارش قسمی است که ما میتونیم در مینوی فایل یا مینوی وسایل استاندارد روی آیکن اوپن
کلیک کنیم. فایل یا ای که در مینوی وسایل استاندارد روی آیکن اوپن کلیک کنیم. مینوی اوپن ظاهر میشه. در این مینو فایل های مورد ضرورت خودمون چی میکنیم؟ اختیار میکنیم یا انتخاب میکنیم. دکمه اوپن وقت ما فشار میدیم همون فایل را که خواسته باشیم چی میشه؟ باز میشه. مسئله بعدی کلوز کردن یا بسته کردن است که صفحه را که ما در کار میکنیم میخوایم از او خارج شویم، از فرمان کلوز استفاده میکنیم. با کلیک کردن روی فرمان کلوز پیغام کوچک در صفحه کاری ما ظاهر میشه. در صورتی که سیو کردن ضرورت نباشه ما بالای دکمه نو کلیک میکنیم، از صفحه خارج میشیم. اما اگر سیو نکرده باشیم در این صورت ما بالای دکمه یس کلیک میکنیم تا فایل در کامپیوتر ما سیو شود. یعنی این شکل کلوز کردن هست که سیو کردن هم بر ما یک آپشن میده که آیا میخوای همین صفحه تا سیو بکنی یا خیر. خب بیایم روی سیو یا حفظ کردن فایل در کامپیوتر بخونیم. شاگرد عزیز اگر خواسته باشیم اطلاعات روی صفحه کاری را در کامپیوتر حفظ و یا سیو بکنیم از فرمان سیو استفاده میکنیم. روش کار ما چگونه هست که در مینوی فایل روی انتخاب سیو کلیک میکنیم و یا هم روی آیکن هایی که در کتاب ما هست و ما در سلاید هم ایره جا دادیم و شما میتونین ایره تماشا بکنین که البته روی مینوی سیو ما میریم در مینوی وسایل استاندارد کلیک میکنیم سیو میشه. فایلی که روی صفحه ما قرار داره و با او چی میکنیم؟ کار میکنیم به صورت خودکار سیو میشه. و سیو از داریم یا حفظ شده میباشه. شاگرد عزیز اگر خواسته باشیم اطلاعات روی صفحه ما را در یک فولدر معین ما حفظ بکنیم یا سیو بکنیم از فرمان سیو از استفاده میکنیم. فرمان سیو از این فرصت بر ما فراهم میکنه که نوشته ما را همچنان قفل هم بکنیم که شخص دیگر نتونه به فایل ما دسترسی پیدا کنه و هیچ کار رویش انجام داده نتونه. روش کار ما چگونه هست که در میله وسایل اصلی روی مینوی فایل رفته و انتخاب سیو اس را چی میکنیم؟ کلیک میکنیم و مینو بر ما ظاهر میشه. در مینوی سیو ان رفته فولدر و یا دوسیه را که میخوایم در او ثبت کنیم او را هم اختیار یا انتخاب میکنیم. در مینوی فایل نیم رفته و فایل خود چی میکنیم؟ نامگذاری میکنیم. در مینوی سیو از تایپ نوعیت فایل ما را تعیین میکنیم که مثلا تایپ و یا نوع فایل ما چگونه باشه، پی دی اف باشه، ورد باشه و یا هم هر مینوهایی که بر ما داده و دکمه سیو و فشار میدیم و چی میشه؟ همین فایل ما سیو میشه. هرگاه بخوایم فایل خود قلف کنیم یا رمز بدیم تا شخص دیگه در او نتونه کار کنه در همون مینوی سیو، در مینوی سیو از روی انتخاب تولز میریم و روی اختیار سکیوریتی آپشن چی میکنیم؟ کلیک میکنیم و همینجا هست که بخش مینوی سکیوریتی ظاهر میشه. در اینجا داخل جعبه پسورد تو اوپن کلیک میکنیم و بعد از او دکمه اوکی را فشار میدیم و مینوی ما چی میشه؟ کاملا سیو میشه و بر ما یک پیام ظاهر میشه به نام کانفرم پسورد که ما میتونیم همون پسورد ما را کانفرم یا قبول کنیم. و شاگرد عزیز اگر خواسته باشیم که به شکل HTML و یا هم وب هم فایل های ما را چی کنیم؟ ثبت کنیم. از این طریق هم میتونیم استفاده کنیم که به صورت وب براوزر سیو کنیم و به اینترنت چی کنیم؟ باز بکنیم. پس این به صورت نظری بود. شاگرد عزیز بیایم حال عملی کار کنیم. اولین کاری که میکنیم مینوی فایل میبینیم. شاگرد عزیز بیایم روی صفحه ورد ما، البته صفحه ورد ما را ایجاد میکنیم و یا هممون فایلایی که قبلا ایجاد کرده بودیم او را چی میکنیم؟ باز میکنیم. خب بیایم روی ورد باز میکنیم. ببینیم شاگردای عزیز ما وقتی که میخواییم از ورد استفاده کنیم مینوی فایل داریم. مینوی فایل ما در قسمت بالای صفحه ما قرار داره. از مینوی فایل ما میتونیم بسیار کارها انجام بدیم. البته یک بار دیگه هم من در درسای گذشته این بخشا رو براتون تشریح کرده بودم. ببینین شاگردای عزیز اما کارهای دیگه که از طریق خود کیبورد انجام میدیم او هم خیلی ساده و آسان است. اگر در مینوی فایل میریم اینجا روی نیو کلیک میکنیم، بلانک داکیومنت میزنیم، برای ما چی میشه؟ یک صفحه جدید کرییت یا ظاهر میشه. اما اگر خواسته باشیم مثلا خب اینجا یگان چیز تایپ میکنیم ببینین، اما اگر خواسته باشیم یک مینوی جدید دیگه البته باز بکنیم یک صفحه جدید دیگه کنترل با این کلیک میگیریم چی میشه؟ ببینین یک صفحه جدید دیگه برای ما باز شد. نوشته هایی که کرده بودیم همش از بین رفت. یعنی یک روش خیلی آسانش از طریق کیبورد است که کنترل همراه این وقت فشار میدیم صفحه جدید برای ما باز میشه. اما روش دیگهش که در کتاب برای ما تشریح کرده همی است که میریم روی داکیومنت، البته روی مینوی فایل روی نیو کلیک میکنیم، بلانک داکیومنت فشار میدیم، کرییت میزنیم، صفحه جدید برای ما
باز میشه. و البته مینوی فایل ما دارای آپشن های متفاوت می باشه که مینوی فایل را خواندیم، مینوی اوپن را خواندیم. شاگرد عزیز که مینوی اوپن برای ما چی میکنه؟ این اختیار را میده که داکیومنت های قبلی را که سیو کردیم میره باز کنیم. مثلا روی اوپن زدیم، داکیومنت 1 اینجا هست، اوپن میکنیم، ببینین داکیومنت 1 برای ما باز شد، فقط یک دایره در روی از این داکیومنت چی شده؟ رسم شده. پس برای ما آپشن اوپن هم این توانایی را میده که یک داکیومنت گذشته ما را باز بکنیم. اما اگر بخوایم میره به صورت آسان و سادهش عملی بکنیم، کنترل با او کلیک میکنیم، ببینین همو اوپن بر ما باز شد. حالا اگر بیاییم یک داکیومنت دیگر کلیک بکنیم، همو بر ما باز میشه. ببینین ما کنترل با ان کلیک کردیم، آپشن اوپن باز شد و ما یک داکیومنت دیگر چی کردیم؟ باز کردیم. خب شاگردای عزیز، مسئله را که ما در مینوی فایل میخوانیم کلوز کردن یا بسته کردن هست. شاگردای عزیز وقتی که مثلا کار ما با چی خلاص میشه؟ با همین داکیومنت روی صفحه ما باز میشه، ما دیگه نیاز به اون نداریم، میایم کلوز میکنیم. در مینوی فایل میریم شاگردای عزیز، در قسمت پایین اکزیت نوشته است. اگر ما روی اکزیت کلیک میکنیم، ببینین برای ما یک پیام آمد. Do you want to save change you made تو داکیومنت؟ میگه آیا همو چنج ها یا تغییراتی که در داکیومنت وارد کردین میخواین سیو شوه؟ ما دونت سیو میزنیم، میره پشت کارش همو صفحه را که باز کرده بودیم. و یا هم شاگرده عزیز اگر بخوایم ای را کلوز کنیم، یک راه خیلی ساده تر هم وجود داره که شما ببینید در این قسمت پروگرام ورد ما در بخش تایتل بار ما چی داریم؟ 3 گزینه دیگه داریم که اگر ما روی گزینه که به صورت X یا چلیپا هست روی از این کلیک میکنیم چی میشه؟ کلوز میشه. پس این خیلی راه ساده تر و آسان ترش می باشه. و موضوع بعدی را که خواندیم شاگردای عزیز موضوع سیو و سیو از می باشه. ببینین اگر ما میخوایم یک داکیومنت را که ایجاد کردیم، حال مثلا در روی صفحه ما بیایم یک چیز نوشته کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این را نوشته کردیم، درست است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بیایم این را سیو میکنیم. بخش سیو از شاگرد عزیز اگر ما روی سیو کلیک میکنیم چی میشه؟ خب این به خاطر از اینکه قبلا سیو نشده بود برای ما این آپشن میده. بیایم یک بار دیگه مثلا یک چیز دیگه هم نوشته کنیم، مضمون، تاریخ، صنف، خب صنف و البته چی میگه؟ خب بس است، همه قدر نوشته میکنیم، مضمون، تاریخ، صنف. اگر بخوایم میره سیو کنیم، به خاطر از اینکه یک بار داکیومنت ما را سیو کرده بودیم روی ازی کلیک میکنیم، خود به خود سیو میشه. اما گزینه سیو از هم داریم شاگرد عزیز. وقتی از سیو از استفاده کنیم، سیو از بر ما توانایی های متفاوت را میده. مثلا بر ما این گزینه را میده که ما در کجا فایل ما را سیو کنیم، در دسکتاپ، داکیومنت، دانلودز، موزیک، پیکچر، هر اونجایی خواسته باشیم ما در داکیومنت در دسکتاپ میگیریم. و توانایی بعدی را که بر ما میده یا قابلیت ای است که ما نام فایل ما را میتونیم سیو کنیم. مثلا نوشته میکنیم فایل جدید، ما میتونیم عنوان بدیم. و توانایی بعدی است که میتونیم فرمت یا تایپ همین داکیومنت ما را تعیین بکنیم. حال چی است؟ ما میگیریم ورد داکیومنت، سیو میکنیم، میره در کجا سیو میشه؟ در میره روی دیسک تاپ ما چی میشه؟ سیو میشه شاگردای عزیز. پس سیو کردن و سیو از کردن تنها فرقش همین است که سیو هر آنجایی که مثلا قبلا داکیومنت ما سیو شده باشه گزینه سیو بزنیم میره سیو میشه. اما سیو است این توانایی رو برای ما میده که ما یک بار دیگه فولدر و یا دوسیه دلخواه ما را چی کنیم؟ انتخاب بکنیم و فایل ما را دو سیو بکنیم. و مسئله خیلی مهمه که در سیو از وجود داره شاگرد عزیزی است که ما میتونیم در خود سیو از روی انتخاب تولز بریم و همچنانی که سکیوریتی آپشن را کلیک بکنیم که همین فایل ما را یا داکیومنت ما را ما پسورد بدیم تا کسی دیگه از او استفاده کرده نتونه، که البته این اختیار خودتون است که میتونین آیا پسورد بدین و یا خیر. خب شاگردای عزیزی بود درس امروز که با هم خواندیم و یاد گرفتیم. انشالله که مشکل ندارین. نه خیر درست است. سوال هم ندارین. نه خیر بسیار عالی. پس بریم یک خلاصه و جنبندی از درس امروز بکنیم شاگردای عزیز. امروز ما آشنایی حاصل کردیم با مینوی فایل یا فایل مینو و البته با یه هم آشنایی پیدا کردیم که چگونه میتونیم
فایل ورد ما را سیو بکنیم و همچنان سیو اس بگیریم یا حفظ بکنیم در کامپیوتر. و اخیر هم در مورد کلوز فهمیدیم که چگونه میتونیم صفحه ما را کلوز بکنیم. شاگردای عزیزی بود درس امروز که با هم یک جا خواندیم و یاد گرفتیم. پس به خاطر از اینکه هرچی بهتر و خوبتر درس امروز یاد بگیرین، چه خوب از کارخانگی هم انجام بدین، 3 سوال حل بکنین. سوال اولتانی است که مینوی فایل را شرح بدین. سوال دومتانی است که چگونه میتونیم از صفحه کاری ما چی شویم، خارج شویم و یا همون کلوز و بسته بکنیم. سوال سومتانی است که ثبت نمودن به شکل وب را هم کم توضیح بدین که ما چگونه میتونیم به شکل وب داکیومنت ما را سیو بکنیم. خب شاگردای عزیزی بود درس امروز که با هم خواندیم و یاد گرفتیم. تا درس بعدی، خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.